تاجیک از تبار آفتاب، نور پیوند مو از اهل کتاب. زند و پازند و اوستا داشتیم، در جهان تخم محبت کاشتیم. ای فروغ صبح دانای کتاب، جوش زن ای زنده دل ای زنده رود. من از ایجادیات استاد صدرالدین عینی، پویسی اودینه، مکتب کونه، تزیبوسیون و قسمت مرگ سودخو را مطالعه نمودم. از استاد میرزا ترسونزاده باشد، ربایی جان شیرین 53 مصرعش را از خود کردم. سیاه هند از غزلها تیر و کمان و همچنین اگر اجازت باشد ربایی استاد میرزا ترسونزاده را مادر قرائت کنم. سیاه هند از میرزا ترسونزاده. کودک میگشت با قوطی خود، در خیابان لب بحر کبود. می توانستی که در چشمان او پی بری از مقصد و پنهان او. می دوید او هر طرف با جستجو، سوی هر یک رهگذر آورده رو. آگهی می داد سیمای پسر، کامد است اینجا وی از ملک دیگر. اون نریزانده از خون ناف خود، در همین شهر لب بحر کبود. گشت معلومم که افغان بچه‌ست، ساده و گمراه و نادان بچه‌ست. گشت معلومم که مهمان آمده است، مهمان از ملک افغان آمده است. جان شیرین از استاد میرزا ترسونزاده. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته گشته از سفر باز آمدم، باز بر نزدت به پرواز آمدم. هر کجای خوب کردم خیستم، هر کجای بود جای زیستم. این دل من منزل یاد تو بود، یاد روی حسن آباد تو بود. بی تو نگذشت از گلویم آب هم، بی تو در چشمم نیامد خواب هم. پرچه خود داستان رو میرزا ترسونزاده با کی بخشیده است؟ با همسرش؟ همسرش. از استاد لایق شیرالی از ایجادیاتش. شبانو بچه جان شما هر چیزی که بود قرائت کردین. نازی استادا شما دا سوال میدین. از ایجادیات استاد لایق شیرالی زبان گم کرده. چری زبان گم کرده استاد لایق شیرالی؟ هر که دارد در جهان گم کرده، در زمین و در زمان گم کرده. این نشان گم کرده و دیگره، خیشتن را بی نشان گم کرده. این یکی بختی جوان گم کرده است، دیگر گنج روان گم کرده است. آن یکی گر نیم نان گم کرده است، دیگر نیم جهان گم کرده است. آن یکی جان و جگر گم کرده است، دیگر شور و شرر گم کرده است. گر یکی مال پدر گم کرده است، دیگر پند پدر گم کرده است. آن یکی بام و دره گم کرده است، دیگر نام فره گم کرده است. آن زبانی همدلی گم کرده است، این زبانی مادری گم کرده است. از تمام این و آن گم کردگان، زیست روتر نیست در روی جهان. زان که گم کرده زبانی مادری، حرف گوید با تو با چندین زبان. با کنگر داوری گم کرده است، یا امید سروری گم کرده است. زهر بادا شیر مادر بر کسی، کو زبانی مادری گم کرده است. آن یکی قدر سخن گم کرده است، دیگر باغ و چمن گم کرده است. از زبانی مادری گم کرده لیک، میرسد روز وطن گم کرده. اگر اجازت باشد بچگی هم به کس و تنها گذشت. از استاد لایق شیرالی را قرائت.
Аромат. بچگیم بی کس و تنها گذشت با درو با خوشه چینی ها گذشت دامنش از خوشه پر از دامن صحرا گذشت در سری سنگ همه روز انتظار می شمردم ترنه ها را هر بهار بچگیم با قطار ترنه ها یک جا گذشت خنده می کردم به سوی شرشره خنده می آمد زی هر سو سنگی دره بچگیم خنده بر لبلب دریا گذشت بچگی گلگون زریالان من بچگی گلگون زربالان من یار و بالش غرق خون از راه عمری ما گذشت زارینیول و زارینبول ها اها. حالات خوندید کلمه زیشت ها در شعر اولا گفتید چی معنی دارد زیشت 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 این بزب بادروی قبول ها خوب. بهاری مؤلف میرزا ترسونزاده بهار از ادبیات بچگانه سوا چگونه است که بله روبایی از کیو میدونید ادبیات روبایی معاصر؟ از استاد میرزا ترسونزاده محیدین امانزاده اگر اجازت باشد محیدین امانزاده امضا قرائت کنم روبایی هستن بله. کمارمان هر که بحر صلح امضا میکند بهترین کار به دنیا میکند کرده امضا دشمنان صلح را روسیا شرمنده رسوا میکند استاد اگر اجازت باشد از تاسیبوسیان یک حکایت سرشتم را به شما گویم شعر از این نظم بود نکرد بسیار محدود است همین نظم از این کرد. از کدام شاعرها بود بغیر استاد ترسونزاده از استاد لویی استاد امینجان شکوهی استاد امینجان شکوهی و همچنین شهریه احتمزاده مرادعلی صابر کمارمت از شهریه شهریه احتمزاده قشلاقه که من زی آب و گل رنگ زده با نای و نوای خیش آهنگ زده بنشسته تهی توتی پدر در تهی دل گیرم چو آن چکاوک سنگ زده ابروی مرا ببین چو سطری غزل است چشمم چمنه که پر از عطر عسل است شیرین بکنم با شکری تبسم من کام تو را که گوی عطر غزل است حالت هم میخوانید ها؟ کو از کدام شعر اینجا هست شعری احتمزاده این روی خط خونده است من موافقت کرده است کم. هست همیشه که خونده است اینا نظامی از نظام قسیم خوندم و کمارمت نظام قسیم کدام شعر جون مادرم ام پاپکام دارم نظام قسیم جان. کدام شعر جون مادرم من بر تو ایمان آورم ای کاش باشی هر کجا عمری سلامت بر سرم خواهم که در پیش تو باری دیگر کودک شوم باری دیگر با طبع خوب بر خواب طفلیم روم اگر اجازت باشد از سراولی از امان تازیبوسیون یک حکایت سرشتم رو بگم حکایت تاش مالش مرامت نصرم کانی همین اثرهایی که از استاد عینی با سن سال شما موافقت میکند امونو را با ما نامبر کنید اودینا مکتب کنه تازیبوسیون قسمت مرگ استخور و همچنین یک حکایت خوندم از حکایت ها از تازیبوسیون خوندم بغیر از تعصبیسیون باز کدام اثرش خوندی استاد عینی را اودینا را پرا خونده بله کانی قهرمانوش را نامبر کن اودینا بیبی آیشه ارباب کمال پسر ارباب کمال چقدر گلدوبی قرضدار میشود همی اودینا 10 تنگه برای چی برای اینکه اودینا پول نداشت و پسر ارباب کمال چی نام داشت ایباد خب در همین- گورش کمی نقل کن ایباد نمیخواست که
وقتی که آدینه به فرغانه می رود ارباب کمال می خواهد که گلبیبی را به ایبا دید، اما ایبا یک دختر دیگر را دوست می داشت اما گلبیبی را دوست نمی داشت. آن دختری که گفتم نامش گلاندام بود. همون که ارباب کمال دوست می داشت همون چی نام داشت؟ همون برای که ارباب کمال دوست می داشت همون چی نام داشت؟ برایشون خب مالش راما زبان مادری گفته شما چی رو میفهمید؟ زبانی مادری این مادری من. با زبانی که گفته که گفتگو میکنه کدام زبان است؟ زبانی تاجیکی یعنی البته. زبان مادریه. داوری گفته چی رو میفهمید؟ داوری داور بودن، داوری کردن. داوری این چوک. خوب سلامت باشه. تشکری زیاد. شبانو از همین جشن های ملی ما کدام جشن را میدانی؟ جشن های ملی جشن نوروز و همچنین جشن نوروز، جشن مهرگان. خب تشکر. خنچوی پنچوی ای جناب، هرچی می جویی بیجو، به کرم بحرس گوهر به حساب، هرچی می جویی بیجو، فارسی گوی دری گوی ورا، هرچی می گویی بیگو، لفظ شعر و دلبری گویی ورا، هرچی می گویی بیگو، مثل من تنهای زبانی مادر است، همچو شیری مادره، مثل او تشبیه دیگر نیست چون که مهری مادر است، زین سبب چون شوخی های دلبرم دوست می دارم ورا، چون نوازش های گرمی مادرم دوست می دارم ورا. بحری مثل گفتی ها؟ بحری من تنها زبانی مادر است. وطن دارون وطن آباد بودو. چی نوید خبر عید مبارک باشه. غفار میرزا چی نوید خبر عید مبارک باشه. عید در دامن خورشید مبارک باشه. به خاطر اومد تاجیکستان سر هر سنگ تو بر من وطن است. کو مرامت خود به خاطر بیار آزاد خان. از فضل‌الدین محمدی پوستی قصه یعنی آدمان کهنه را خونده ای؟ خونده ای؟ آدمان کهنه را از عینی چی را خوندی؟ کدام نویسنده را خوندی اثرش را؟ از رمانی من گناهگارم جلال اکرامی. من اینجا روی خط دارم. صدرالدین عینی احمدی دیوبند. احمدی دیوبند خوندی؟ خوب کنی نقل کنید احمدی دیوبند. در مزاوات بخارا در رایان غجدوان حاج سکتر نام دهد داشت که احمدی دیوبند. احمد از چی میترسی؟ احمد دیوبند بود می؟ برای چه احمدی دیوبند میگن؟ از یادداشت‌های عینی به خاطر داری؟ قسم یکش رو. من همین در توی می شود صدرالدین عینی سینوساری خردساریش را به خاطر می بیارد. کرنه سورنه چی همین حالت نقل کرده میتونی؟ خاص تابستانی پلوت تالیس. کدام اثر میتونی نقل کنی مضمونش رو؟ از کدام نویسنده؟ این اثرهایی که شما روی خط کردین از همینو کدام شد با پراگی خوندگی هستی؟ خو اثرهای نظمی باشه خو نثری. شما سالی اول است اومده استین یاسین جان؟ سالی گذشته بودی؟ یاسین جان خودت یگون چی مثلا از استاد لایق شیرعلی، از حبیب یوسفی، از بزرگ صابر، این از میرزا ترسونزاده یگون شعر میدانی؟ از کدامیش میدانی؟ میرزا ترسونزاده. خب مالکانی کدام شعرش میدانی؟ تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن، در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن، دوست را از دوست جانان فرق کن،
دوستی پیوندی جان را گم مکن چشمه الهامی ما خلق است و بس خلق مشهوری جهان را گم مکن زینتی باغ از گلی خندان بود مثل گل خندان لبان را گم مکن دوست آید گرم در آغوش گیر رسم خوبی تاجیکان را گم مکن منم میدونستای کو آبکی شوخ چو طفل بیقرار میشی تابد از میانی کوهسار از بلندی می رود غلغل کنان او به مثل کودکی شیرین زبان به راه پرسنگ پایان می رود گاه غلطان گاه هیزان می رود گوی از چیز گریزان گشته است در کنار پنج پیناه گشته است مثل طفل یاد آید بر سرش می درآید بر کنار مادرش خب азор аҳмад беҳтарин иҷа ана сайёҳи ҳиндӣ оварда аз устод аминам медонӣ ё ки не хай майш боз чӣ медонӣ عجب شهری دلارای دوشنبه حیالم زبی دنیای دوشنبه شدم سرسبز در آغوش مهرت چو دل در سینه جای دوشنبه و گیردت خلق بسته کهساران تو را گردیده حامی و نگهبان همیشه تا که باشی سبز و خورم ز دل جاری نموده چشم ساران عجب شهری دلارای دوشنبه حیالم زبی دنیای دوشنبه бо шеър медонӣ خاکی وطنم سرمه چشمانی من است روی وطنم آینه رخشانی من است نوری وطنم آفتاب تابانی من است مهری وطنم در دل و جوشانی من است من را وطنم تربیت بسیار نمود فرزندی با خود نک وفادار نمود دروازه اقبال بر رویم بگشود پس خدمت خطابی و وجدانی من است یک سنگ وطن به کوزه در ندیهم گرد راه او به فونت و دلار ندیهم یک قطره آب او به کوثر ندیهم زیرا که وطن عزیز از جانی من است ягон чистон зарбулмасал медонӣ ёсинҷон кани чистон медонӣ зарбулмасал دکان به دکان کفتم عاقبت آن را یافتم پول دادم و خریدم آوردم و پرتافتم قالین اشکم کلان گردن باریک دهنش وا درون تاریک کوزه کوشا یک نام دارد پوشی دیگر نام پنجه و مشت بیدار شود بیدار کند بیدار نشوی بیزار کند тамом با یک رقم عد دادم جان گرفته جان بید پنجه ҷашнҳои миллии моро медонӣ кадомо ҳастанд ҷашнҳои миллии худомона наврӯз сада хуб боз кадом дар бораи наврӯз ягон шеър медонӣ майлш набошад шумо дар барори кор муваффақият раҳмат майл хуш омадӣ ба ҷуз меҳрат таманное надорам тоҷикистонам умедам орзуям ифтихорам тоҷикистонам агар тақвими умрам сафҳаи таърихи сахтат нест надорад тозагии рӯзгорам тоҷикистонам сайфиддин як мисрамо мехонам аз рӯи хат худат идома метӣ ба мо тарҷеъ додӣ дуни моро ба мо тарҷеъ аз устод аз ғазали садриддин айнӣ ба мо тарҷеҳ додӣ дуни моро шикасти хотири маҳзуни моро ба рағми мо шудӣ бо ғайрхандон чу дидӣ дидаи пурхуни моро чу мерафтӣ зи мо дилканда охир чаро бурдӣ дили мафтуни моро дили девонаи моро даво кун ба мо бигзор ё маҷнуни моро бидеҳ бусею онгах зан ба ханҷар марез охир ба ноҳақ хуни моро вафо карда ҷафо дидем айнӣ нигаҳ кун толаи вожуни моро калимаи дун чӣ мешавад маънишо медонӣ дун ҷаҳон дун
محزون چی محزون؟ غمگین. دیروز بعد باران غزل میرزا ترسونزاده. دیروز بعدی باران تیر و کمان برآمد، بیرق نوبهاران پرتافشان برآمد. از قطره های باران در آفتاب تابان رخساران تر نموده ابر و کمان برآمد. با رنگ های دلکش با چهره منقش حسن زمین دمیده فوارسان برآمد. از کوه تا به کوه، از دشت تا به دشت، طاووس خوشخرامی هندوستان برآمد. مرغ قفس شکسته از بند ظلم رسته، چون رمزهای ساحل در یک زمان برآمد. کردم گمان که از دل صوتی هزار منزل، چون رمزهای ساحل در یک زمان برآمد. از ساحل به ساحل تنها از گذشتم. ساحل به ساحل حبیب الله و فیض الله غزل. از ساحل به ساحل تنها گذشتم، آتش به دل من از دل دریا گذشتم. گرچه نبودم آشنا من با شناوری، آتش به دل من از دل دریا گذشتم. فرق میان ما و تو دیگر نمانده است، زان ره که تو گذشته ای کیها گذشتم. دیگر چه خواهی ای رقیب از امتحان من، آتش به دل من از دل دریا گذشتم. کلمه رقیب چی معنی داره؟ رقیب. دیگر چی خواهی ای رقیب از امتحان یگان من؟ آدمی با تو چی بگم؟ تو مرا بد مگو نگاری من. تو مرا بعد مگو نگاری من، که می رود بخت از کناری من. تو مرا که از سرم تیره شود. آمیخته شده؟ تو مرا بد مگو نگاری من، که خزان می شود. فراموش شد. بله. لطفا صنم و شتاب لطفا خوش نیست. صنم و شتاب خوش نیست، به روی تو هم شراب خوش نیست. خواندم ز کتاب درس عشقت، دیدم چو تو را کتاب خوش نیست. دیدم چو درخش برق رویت، دیدن دیگر آفتاب خوش نیست. چون ماه برون ز پرده آمد، باز آمدن سحاب خوش نیست. به عیب مرا مکن ملامت، زنهار تو را عتاب خوش نیست. بنواز به لطف خاطر ما را، کازار دل کباب خوش نیست. کیست میگوید که ما یک بیغم؟ کیست میگوید که ما یک بیغمیم؟ ما هم در این دنیا فدای آدمیم، ما هم از آدمان مهنت زاده ایم. جمله سینه بر امر وطن بکشاده ایم، سینه بر امر وطن بکشاده. من نشد. خوب. بهر جبرانی همه قرضی زمان، جمله در پاسی وطن استاده، جمله در پاسی زمان استاده ایم. هم به عزم و هم به نظم و هم به نثر، پیرو عینی و ترسون زاده ایم. عمر شاعر گرچه کوتاه، عمر شاعر گرچه کوتاه، عمر شعر او دراز است. جان شاعر در نیاز و روح شاعر به نیاز است. میخورد غمهای عالم بیش از غمهای جانش، کاری شاعر کارنه خودکاهی و سوز و گداز است. میخورد غمهای عالم بیش از حق بجوید سالها. بجوید سالها. فراموش شدم. غزل حافظ شیراز غزل حافظ شیراز تو را می جوید، مصرعی به دل دلباز تو را می جوید. تو کی در عالمی ما عالمی دیگر بودی، همه این عالمی پر راز تو را می جوید. این پگاهی بسری که عقاب دیدم، پیش از حالتی پرواز تو را می جوید. مایه ای داری بلند از تو بلرزش آمد، کلبه خاکی سرباز تو را می جوید. شکر دارد پدرت چند جگربند دیگر، لیک او نحوه کشان باز تو را می جوید. وطن جانی که در جان من و تو، وطن جانی که در جانی من و تو، جانی من و توست. وطن نانی که در خانی من و توست. وطن آینه آبی زلال است. وطن پاکی وجدانی من و توست. وطن تاجیکستان چشمه جویت منم. تاجیکستان چشمه جویت منم.
یک جهان چشمی وفا سویت منم بوی جنت آید از هر گوشت مشک بویم زنده با بوید منم رو جان فدایی جوهری مهر است و صدق بازی جان در سری موید منم رون آرام بر گریز از یک صدا شعری میدانم نه آهوید منم گر به چندین لفظ میگویم سخن تا ابد فرزند یک روید منم سختن از هندو آموزند اگر غالبی مهمان هندوید منم در سری منبر وطنگو به حساب در سری دفتر وطنگوید منم وطن را از یک آهنگ شناسم وطن را از یک آهنگ شناسم زی آوازی نیو چنگ شناسم نشانی کوهسارش را به هر جا زی هر یک پاره سنگ شناسم و عالم نیستم رنگی دیارم را هم از رنگ شناسم شده از فکر شدند از فکر شدن از حفظش فکر حفظش پیر صدها جبینش را از آژنگ شناسم ندارد حملش را یا تاریخ و دنیا دشمنی جنگش شناسم بهای دست فهمش دست خطاست خودم را صاحبی ننگ فری خود رازی فرهنگش شناسم وطن میراثی ننگ است از نیاگاه خودم را صاحبی ننگش شناسم گفتم خماری وصف چی داری وطن سرا گفتم خماری وصفی چی داری وطن سرا گفتا که یک ترانه فخری وطن سرا گفتم غریب و خار و بیابانی هم هنوز گفتا عجب گلشن سبزی وطن بیا گفتم که جذب خاکی وطن را چی حکمت است گفتا که پرسجوزی غریبی وطن نما گفتم این کلابه دل در گیره شده است گفتا که این گیره تو به نام وطن کوشا گفتم که حرف و مهر و محبت به کجا زنم گفتا که بیا به منبر کوهی وطن برا گفتم حضوری عافیتی عمری ما کجاست گفتا که چوجان به قالب جانی وطن درا ادبیات نثری شما خیلی کویو و پویستو هستن بله همینجا در مسئله 8 تا رمان است 18 تا پوست 25 تا حکایت 10 تا آچر 8 تا یادداشت 18 تا دیگر اثرهای صحنوی خوب تشکر کدام اثرهای صحنوی را خوندگی هستی همش رو کنی یک چند تاشا نامبر کن از غنی عبدالله صدرالدین عینی از عبدالملک بهاری روزی تولد نواداری شتاب قدازنها از خوب تشکر امین образҳои повести ятима номбар мекардӣ сайфиддин یتیم خودش نام او шодӣ نامی مادرش سیرم пара хондагӣ ҳастед асара بله نام پدرش مراد اشانقول барои чӣ ина ятим мегӯям برای اینکه ёрони боҳимати устод сотимур уғзода بله хондагӣ ҳаст بله. образу қаҳрамонош кадом عارف کریموف جورابک زینب کبیرова و لیزا شوهرش نامش یادم نیست مادرش نادژدا میخایلونا хуб همش یادم است ин сухан дар бораи чӣ меравад дар инҷа جورابک اول با زینب چی میکند شناس میشود و او شوهری زینب میشود و او با جنگ میرود و از او یک سال خبر نمیرود و ماه نوامبر با فکرم ماه نوامبر با زینب خبر میآید که جورابک زنده است و او را دو پایش و یک دستش شکسته است او در تاشکند به خانه میرود بعد او به تاشکند میرود сайфиддин вай бачаҷон ами повести ҷалоли икромӣ тирмора хондагӣ ҳаст بله образош кадомо ҳастанд قطبیه سعیده سنگین мазмунаш дар бораи чӣ аст درباره اول با همون وقت با همین چیزها زمینای بایا را با کمبغلان میدیم و در آخر یک سعیده و سنگین هر دویشان با هم صحبت میکردن و گپ میزدن آنها هر دویشان رنگی دوست داشتهش دادن هر دویشان هر وقت گپ میزدن و یک روز سنگین با قطبیه شناس شد و قطبیه سری او را خیلی تاب داد و میخواست که او را با دوست داشتهش قبول کند و
او قطبیه اساسا این بود که میخواد سنگین را کشد و یک روزه همون با پدری قطبیه بای بود و همونجا زمینگیری میروند سیده و سنگین در همونجا قطبیه سنگین را میکشد. خوب تشکر. از صدرالدین عینی مکتب کهنه. بله مکتب کهنه باید بود. یادم نیست. نه دیگه چی نخوندم. خب مکتبی کنه کنی مضمونش نقل کنه چه سر آغاز می‌بدن؟ یکم صدرالدین عینی رو استاد صدرالدین عینی رو در 4 سالگی و 4 ماهگی و 4 روزگیش بعد مکتب بردن میشوند و مادر او راضی نمیشود و او رو در 6 سالگیش پدرش اول به مکتب بچگانه برد. در آنجا هیچ چیز رو قیم یاد نمیگیرد. در آنجا بسیار بازی ها میکردن، اشتی بازی، کمانوری، گوشتینگیری و اگر کسی کاری بزیب کند او را خرمورد میکردن. چه خرمون میکنن؟ کنی نقل کن. او را بعد خم دریا دام نیست لیکن چخیل بود. خب برای کار موفق باشه. خب درباره سیفالدین و بشر جان درباره جشنامون یگان چی گفتم میتون جشن جشن میلی میلاد بله. کدوم جشن جشن میلی نوروز مثلا در جشن نوروز همه آدمان یک روز مثلا یک آدمان یک روز خواب نرفته در جشن سیفالدین نوروز مارش سوالک میپزن. نه اما فقط شما نومی همین نام هاشون نامبر کن. صده نوروز جشن مادران میشه. مهرگون صده نوروز دو جشن دیگر باز کدوم هستن؟ تیرمور نه تیر و یک توی دیگر تیرگون باز کدوم؟ خوب شد.